روزی روزگاری بعد از قریب به 1 سال آزگار بالاخره در این مملکت عید شد. بابا جون امسال تعطیلات عید کجا میریم؟ امسال میریم کلایه، اونم با قطار. با قطار؟ نه دل بندم، الان که نگاه میکنم میبینم بهتره که بریم جزیره مات، اونم با کشتی. با کشتی؟ نه عزیزم، فکر میکنم بهتر باشه که بریم به مغاره، اونم با هواپیما. با هواپیما؟ نه عزیزم، الان که میبینم بهتر اینه که امسال بریم جنگلای کبودوار، اونم با پراید بابا. با پراید؟ والا نه، الان که نگاه میکنم دیگه چیزی نمیبینم. بهتره که ایام تعطیلات تو همین خونه باشیم، مگه نه پسرم؟ تو حیاط خونه؟ نه دل بندم، والا فکر کنم با توجه به شرایط حساسی کنونی بهتره که همینجا بمونیم. سالی که گذشت پارسال بود، سالی که قاد آمد امسال است و این بله، اینم از تعطیلات نوروزی که به فنا رفت. خب کجا بریم آخه؟ زمین، دریا، کوه، آسمون. آدم دیگه تو خونه خودش هم آرامش.